مگر ممکن است بدون پاکستان طالب ها وجود داشته باشد؟ مگر ممکن است بدون حمایت های استخباراتی و لوجستیکی ایران طالب ها بتونه به جنگ خود ادامه بده؟ با وجود اینکه مبنای عملیات استشهادی به قول طالب ها مبنای شرعی نیست، مبنای در واقع از متون دینی گرفته نشده، کشتن غیر نظامیان. شما یک هدف دارید، در یک جا حمله انتحاری میشه، ده ها نفر دیگه کشته میشه. در کجای سطر اسلام ما دیدیم که برای یک هدف نظامی ده ها غیر نظامی را نیروهای پیامبر کشته باشه برای رسیدن به یک هدف؟ در تاریخ اسلام شما چنین چیزی را شاهد هستیم که برای رسیدن به یک هدف با هر وسیله و سرانجامی و هدف، بسیار جالب است که مردم بدانند سرانجامی هدف تصرف قدرت است. قدرت هم انحصاری، هیچ کسی را مساهم نمیدیم، هیچ کسی را حق نمیدیم و مردم را نمیگذاریم که از کشور بیرون شود. توانمندی مدیریت اقتصادی هم نداریم، توانمندی نظامداری هم نداریم، فقط اسلحه داریم. باید بمانیم و ما را بپذیریم. این در کجای متون دین؟ لایکی